گاهی زندگی آهسته تر از خواسته های ما حرکت می کند و ما فکر می کنیم عقب مانده ایم. اما زندگی هرگز دیر نمی کند. فقط هر چیز را در فصل خودش به ما می دهد. روزهایی هست که شبیه بهارند، پر از امید، پر از شروع، پر از می شود و ما با هر نفس دوباره به خودمان ایمان می آوریم. روزهایی هم می رسند که مثل تابستان داغند، فصل ماندن، فصل جنگیدن با خستگی، فصل ادامه دادن، حتی وقتی کسی تشویقمان نمی کند. بعد پاییز از راه می رسد، با ریزش هایی که درد دارند. آدم ها می روند، رویاها تغییر شکل می دهند و ما یاد می گیریم همه چیز را نمی شود نگه داشت و گاهی رها کردن یعنی احترام گذاشتن به خودمان. و زمستان ساکت است، سرد است، اما خالی نیست. در دل همین سکوت زندگی نفس می کشد. دارد خودش را برای شروعی دیگر آماده می کند. اگر امروز در فصل سختی هستی، بدان که این پایان راه نیست. تو در حال ساخته شدنی، آرام، عمیق، واقعی. زندگی 4 فصل دارد و تو قرار نیست در یک فصل بمانی. ادامه بده. بهار همیشه برمیگرد.